قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های ما، امروز در برنامه ترازوی عمل همراه شما آیید یکی از موضوعهای مهم دیگری اجتماعی، موضوعی که در بین مردم خیلی شایع شده است و این چونین بعضی ها در این موضوع اونقدر غلط میکنند که بین دو نفری کاملا به هم دیگر ضد یا عکس فرق کرده نمیتوانند صحبت میکنیم. موضوعی که برای شما عزیزان آماده کردم موضوع درباره فرق کردن بین علمای ربانی، علمای خدا ترسی حقیقی و این چونین جادوگرانی که خود را همچون ملا بین مردم معرفی کردند و مردم هم یا ناخودآگاه یا اینکه بعضی ها میدانند ولی باز هم نترسیده به این کار اقدام میکنند، به نزد ایشان میروند و باز دعوا هم دارند که چرا فلانی ملا چنین میکند و مگر این در شریعت جایز است یا جایز نیست. پیش از همگی میدانید که سالهای اخیر چی در تلویزیون دولتی داخلی باشد چی در یوتیوب باشد، یعنی عموما در وسایل اجتماعی میبینیم که ببینید این یک ملای جادوگر رو، ببینید شرمندگی یک ملا رو، ببینید این نفر رو گویان یک پیرمرد ریشدار و سیمایش سیمای اسلامی و خدا ترس رو نشان میدهند که با یک فحش و کارهای زشت بد اخلاقانه مشغول است و در وقت جنخوانی به این کار مشغول شد، در وقت بیماری را دعاخوانی به این کار مشغول شد. این گونه چیزها هم زیرنویسش هست و صد و هزارها نفر زیر آن دشنام میکنند، ملا را زیر آن دشنام میکنند یک انسانی که سیمای اسلامی دارد یا گفتیم شکل خدا ترسی و پارساگی است. بیاید ببینیم که آیا هر کسی که در سر سله دارد و ریش دارد دیگر او
عالم اسلام شد، دیگر او از شریعت دفاع میکند و از شریعت میگوید، یا که اینجا شریعت بین لباس فرق نمیکند. یعنی با لباس یک نفر رو عالم بودنش را یا اینکه دیندار بودنش را ما نمیتوانیم حکم کنیم و بگوییم که انا این انسان انسانی دیندار است. از جهت دیگر همین گونه نوارها رو وقتی پهن میکنن که مولای جادوگر رو ببینید یا نفری ببینید ملاها به چه چیز مشغول هستند، مقصد آگاه کنانیدن مردم که به این گونه انسان ها دچار نشوند یا از این گونه انسان ها دور باشند، یا مقصد شرمنده کردن هر نفری که سیمای اسلامی دارد و ریش دارد که علل خصوص مسلمان ها را از خود کفار شروع کرده تا دشمنان دین با ریششان مسخره میکنند. بیایید همین مسئله را کمی وسیع‌تر بینیم و بدانیم که صفت‌های یک عالم ربانی که او می‌خواهد به یک انسان بیمار کمک کند یا نصیحت دهد چگونه هست، و صفت‌های یک جادوگر است که شما در او فقط ریش دیدید و دیگر هیچ چیزی از اسلام در او هویدا نیست، ولی باز هم میگوید او ملا هست و او دعاخوانی میکند و او قرآن خوانی میکند و این را میچسبانیم به اسلام و به اهل دینداران. اولا وقتی درباره جادوگران صحبت میکنیم یا ملاهایی که آنها ملا نیستن، برای اینکه عموما در جایهای ما ملا گفته یک نفری خدا ترس را میگویند، یک کسی که پایبند شریعت است، ولی متاسفانه از دست این یک چند نابکارانی که دشمنی مردم و دشمنی دین هستند، الکی مردم کلمه ملا را آورده چسبانیدن و کلمه جادوگر. بیاید اینجا میخواهم ببینیم این گونه جادوگران چه صفت‌ها دارند، یا اینکه ملاهای جادوگر را که ایشون هیچ ربط به دین ندارند، کاری که اینها میکنند کفر برعلا هست و حتی در نزد تمام علما از جمله در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حد این گونه انسان ها اگر از روی شریعت ما حکم کنیم تماما جانشان رو گرفتن است، حتی بعضی از علما میگویند سوزانیدن است. یعنی میخواهم صفت این گونه انسان ها رو بشناسید تا که بعدا نگوییم که ما نزد ملا رفتیم و او فریبگر برآمد، او بد اخلاق برآمد، او چیزی دیگر برآمد. پیش از همه یک نفری که دیندار است، او از الله میترسد، او در حقیقت گفتیم عالم است و ربانی هست، او هرگز یک زن را تنها به تنها بی محرم دعاخوانی نمی کند. نزد هر مولای رفتید، هر نفر رفتید، خواه او با قصد رقیه خوانی باشد، خواه دعاخوانی باشد، گفت من فقط تک و تنها با همین زن میمانم، در اطراف ما هیچ کس نباشد، فقط من و یک زن نامحرم، اون هم در یک اتاق خالی که من به او دعا میخوانم، یقین بدانید که کاری که این انسان میکند از شریعت نیست. یعنی یک نفری دیندار یا به گفتی به اصلاح مردمی یک ملا اگر او از روی شریعت دعاخوانی کند، که درباره دعاخوانی همه میدونیم که در ما در شریعت دعاخوانی هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعاخوانی میکردن، یعنی همه مردم رو، نه خودشون رو، نه بیرهشون رو، همسرانشون رو، حتی همسران پیامبر حضرت عایشه دعا میخوندن یا رقیه میخوندن. عموما در ما در شریعت شفا یافتن با دعا هست وقتی چشم زده هست یا حتی بیماری های جدی هست، اما این یک کسب و کاری نیست که دربارش کمی بعد صحبت میکنیم. اینجا وقتی یک نفر میگه من تنها به تنها دعا میخوانم، من با مریضی زن که نامحرم هست یا یک دختره که بیچاره هست تنها به تنها باید در اتاق باشم، یقین بدانید که این یک جادوگر است. این یک جادوگر است که خلاف شریعت کار میکند، هیچ ربط به اسلام ندارد. برای اون که در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ایاکم بالدخول الی النساء، هرگز شما به نزد یک زنی تنها داخل نشوید، برحذر باشید. سیوم نفر شما شیطان می شود، مگر اینکه زن در نزدش محرم داشته باشد. زن همراه شوهرش هست، همراه پدرش هست، همراه برادرش هست و او را دعا خواندن، این چیزی نیست. اما امروزه این همه دعاخوان‌هایی رو که در نوارها نشان میدهند یا ما میشناسیم و نقل میکنند، میبینید که زن تک و تنها با یک مرد است که او دعا میخواند. این کلا خلاف شریعت است و به اسلام این رابطه ندارد. این یک نمود جادوگری است. این
صفتی از صفتهای انسانهای جادوگر می باشد که تک و تنها با یک زن نشستن را ترجیح می دانند یا یکی از اسلوب یا گفتم یکی از قاعده های شفا یافتن و قاعده های معالجه می دانند. دویمش لمس کردن یا دست زدن. ما می دانیم که دست زدن به یک نامحرم گناه کبیره است و با بالای دست شما آتش از آهن بیفتد یا آهن پاره وزمین بیفتد، بهتر از این است که به دست نامحرم دستتان برسد. در ما نصوص های شریعت است، حدیث پیامبر است که عموما لمس کردن و دست رسانیدن به یک نامحرم جایز نیست. وقت دعا میخواند دست او را گرفته دعا میخواند، نزد او نشسته دعا میخواند، یا چیزی میگوید که دست او را قپیده باید بگوید یا انگشت او را قپیده باید بگوید. این عموما به ملا یا گفتیم به یک انسان دیندار رابطه ندارد. وقتی این گونه خواه زن را خواه مرد را اگرچه بسم الله گوید، اگرچه سوره فاتحه را بخواند و دست یک زن یا دختر نامحرم را بگیرد، یقین بدانید که این یک جادوگر است، این یک فریبگر است. این دارد با ناموس مردم، با احساسات مردم، با ایمان مردم بازی میکند. برای اون که یک انسان خداترس هرگز دستش به دست یک نامحرم نمیرسد. چیز دیگر این است که اینجا زیادی ها میگن آخر وای در دست کتاب قرآن دارد، چیزایی که شما گفتید آره این کارها رو هم میکند که شما میگید در شریعت نیست، از تنها به تنها نشستن و دست یک زن رو قپیدن، اما در دست کتاب قرآن دارد. مگر کفار هم کتاب قرآن ندارند؟ مگر این همه دشمنان اسلام هم کتاب قرآن ندارند؟ یک تا کتاب قرآن را به دستش گرفتن و یکی بسم الله را خواندن الکی دیندار بودن او را نمیفهماند که به او 100% باور کرد. پس دست یک نامحرم رو گرفتن یا که با او تنها به تنها نشستن یا اینکه کلا از اعضای عائله او باخبر شدن، نام مادرتان چی، نام پدرتان چی، نام خواهرتان چی، نام برادرتان چی، نام شوهرتان چی، کلا یعنی معلومات عمومی درباره مریض گرفتن. به کجا رابطه دارد؟ آیا یکی از اسلوب رقیه خواندن یا دعاخوانی کردن این است که کسی که مریض است تمام معلوماتش درباره عائله‌اش در دست تو باشد، از خود بگوید؟ این هم یگان خیلی به شریعت رابطه ندارد. این یکی از نمودهای یا یک اصول و اسلوب جادوگران است که برای درستتر ذهن بیمار را به خود جلب کردن کلی معلومات عائله او را میگیرند و بعدن فلانی خیشتان به شما این گونه سحر و جادو کرده است، فلانی شما رو این گونه کرده است، گویان از آن نام استفاده میکنند که مریض یک باره هوشش میرود که ها راست میگوید، همین خیلی در ما خیش و اقربا وجود دارد. چیز دیگر خوراک های مخصوص است. یعنی در ما در شریعت یگان خوراک رو پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انسان هایی که جن زده هستند، یعنی به آنها جن تاثیر کرده است یا سحر شدن یا حسودی شدن، نگفتن که همین خوراک رو نخورید. در ما راست شما از 7 دانه خرمای عجوه بخورید یا از خرمای مدینه بخورید به شما چیزی تاثیر نمیکنه. در این باره حدیث است، یعنی خوراکی که شما بخورید که اون ضد سحر است یا سلامتیش به سلامتی شما فایده دارد، مثلا روغن سیاهی دانه، روغن زیتون یا خرما. اما فلان خوراک ها رو بجز خوراک های حرامی که همه میدونیم برای مسلمان ها حرام است، برای مخصوص انسانی جن زده، برای مخصوص انسانی که سحر شده است و چشم رسیده است، از این خوراک ها پرهیز میکنی، از این گونه لباس ها پرهیز میکنی. تو باید تک و تنها باشی، تو باید به بدن خود یک چند روز آب نرسانی، یا باید که یک خوراک مخصوص رو هر روز بخوری، یک خوراک مخصوص رو هر روز تا 40 روز بخوری، تا 30 روز بخوری. یا اینکه یک نمود دیگرشون هستن میگن لباس های سفید میپوشی کسی تو رو نبیند. اینها بجز جادوگری چیزی دیگر نیستن. این به ملاقی رابطه ندارد. نفرانی که به نزد این گونه انسان ها میروند، به نزد این گونه جادوگرها میروند و آمده خوراک مخصوص نمیخورند، روزهای مخصوص از خانه نمیبرایند، با بعضی انسان ها گپ میزنند با بعضیشان نه، یا گفته مثلا به تن آب نمیرسانند، یک چند وقت تو نباید به تن تو آب برسد، یا این چونین بعضی مثلا باید نزد فلان جا روی یک مرغ را ذبح کنی یا حتی یک تخم را پرتایی یا اینکه یک حیوان دیگر را خون کنی سلامتیش خوب می شود. اینها به دین هیچ رابطه ندارند.
بدین رابطه ندارد که تو حتما حیوان را نزد مزار یا بانام فلانی ذبح کنی که سلامتی تو خوب می شود. که اینها اولا شرک بر الله هستند، دوما از گناهایی هستند که انسان ایمانش را کاملا می دهد. انسان ایمانش را کاملا می دهد و به نزد این گونه انسان ها وقتی می روند و می گویند ما نزد ملا رفتیم، یقین بدانید که شما نزد یک جادوگر رفتید، که الله می گوید ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. این شیطان ها هستند که کافر شدن به مردم سحر را می آموزانند و ساحر در نزد 95 گفتیم درصد علما انسان مسلمان نیست. یک نفر 1000 بار بسم الله بگوید هم، حتی سر به سجده ماند هم، مادامی که جادوگری میکند و او میگوید به نزد فلانی قبر حیوان بکشید یا فلان حیوان را بکشید یا اینکه با جن و با عجینه کار میکند، او در نزد 95 درصد علما، در نزد گفتیم جمهور علما، او انسان مسلمان نیست. کجا رسد که اولو به دین ربط کردن و او را یک انسان دیندار گفتن. یکی از خصلت‌های دیگر یا گفتم یکی از صفت‌های دیگر این جادوگرها تومار نوشته دادن است. در شریعت دو نوع تومار است. توماری که در داخلش آیت الکرسی هست، سوره فاتحه هست، که به این هم همه علما اجازه نمیدهند. بعضی از علما برای کودکی که او دیگر ذکر صبح و شام کردن نمیتواند، یا اینکه برای مریضی که گنگ است یا کور است مثلا، عموما به انسان‌های مریض میگویند اگر از آیت الکرسی باشد یا از سوره فاتحه باشد یا دعاهایی که از پیامبر آمده است باشد، بوکی ندارد، ان شاء الله که این دعا به او یعنی به خود بیمار اگر بسته مانده باشد آویزان کرده باشد همچون دعا باقی نیست. اما این رو هم نه همه علما اجازه میدهند. برای چه؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیاتشون به کسی تومار ننوشته بودند. پیامبر میگفتند ذکر صبح و شام را کنید، صبح و شام از دعاهایی که هست بخوانید، برای کودکانتان هم بخوانید و صبح کنید، نفس زنید، یقین بدانید هیچ چیزی به شما ضرر نمیرساند. این تعلیم پیامبر بود. این تعلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. به خودشان، به همسرانشان، به نبیره هایشان، دیگر تمام صحابه ها این گونه میکردن. صبح بعد از نماز دعا میخواندند، به خود صبح میکردند، بعد از شام دعا میکردند. بعد از همین یقین داشتن که هیچ چیزی به آنها ضرر نمیکند. و یگان کس پیامبر تومار نوشته دادگی هم نیستن، نه صحابه های پیامبر، که بعدا بعضی علما به این اجازه دادن. اما این جادوگرها تومارهایی میکنن که بعضی خواهرها به من بعضا عکس ورقها رو روان میکنن که ببینید اینجا کدام دعا هست که ما از داخل تومار یافتیم. هیچ دعا وجود ندارد، فقط یک اشاره های بعضی رقم یا به حرف عربی مانند بعضی چیزها، دیگر هیچ چیز در داخلش وجود ندارد. یا اینکه به اندازه 1.5 متر یک ورقه که در داخلش یگان دعای یا حدیث یا آیت از قرآن کریم نیست. جادوگر خودش میداند چی نوشته است، اما خوشروکنان آن را با شکل 3 برچک داخل لطچه دوختن که همین باید همیشه با تو باشد، روزی که از خود گرفتی تو دیگر بیماری، که یک انسان را بر علا به شرک واقع میکناند که حیات تو، سلامتی تو در داخل انمی قاغذک است که اون قاغذک هم حتی دعا نیست، یک جادوگر داده است. و در گهواره باشد، در کتفک باشد، در پرده خانه باشد، اون را همیشه آویزان میکنند و هیچ از آن دست نمیکشند، که بر علا انسان ها را از دینشان برگردانیدن با اعتقاد مردم بازی کردن است. و باید یعنی وقت نزد کسی گفتیم او دعاخوانی میکرده است، خواهر بیمار دارم، خودم بیمار هستم، چیزی دیگر، اول همین لحظه ای که در آمدید که او میگوید من تنها به تنها می نشینم، از کل اهل عائله شما میپرسد، باز هم چی خوردید و چی میخورید و چی باید خورید گپ میزند. بعد از این شما میروید فلان فلان کارهای مخصوص را میکنید، فلان کارها را نمیکنید، بعد کارهای هم این را میخورید، آن را میپوشید، از این خانه نمیبرید، در اتاقتان باید چراغ روشن باشد یا پرده سفید باشد. کل این گپ ها از گپ های ساحرون و جادوگران هست. از جادوگرانی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند جادوگر خودش یک طرف است. من اتى عرافا و صدقه بما یقول لقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. در مسند امام احمد از حدیث پیامبر که میگویند به نزد جادوگر رفتی و گفته های او را تصدیق کردی، هر چی گفت به گفته او عمل کردی، باور کردی که این انسان در حقیقت شافی یا
شفا دهنده هست، تو به آن چیزی که به محمد نازل شد یعنی به قرآن کافر شدی، دیگر تو در این مسئله خودت رو ایماندار نگیر مگر اینکه بعد از این توبه کردی، توبه نصوح و پروردگار برگشتی. این صفت ها در چقدر نفرها هستند، یعنی نوارهایی هست که یک نفر تنها به تنها با یک زن است، یک نفر دست یک زن را میپشورد، یک نفر یک خوراکای مخصوص را میگوید، بعد میگویند این مولای جادوگر است. و از همه مصیبت بزرگ در این است که این جادوگرها برای آن که جادوگریشان، رسواگیشان در بین مردم عیان نگردد، در حقیقت یا یک تاقی خوشرو میپوشند یا خوش رو یک ریش میمانند. و زنهای جادوگر هم خوش رو یک رومال سفید مثل حاج آیه یا حاج بیبی به سرشان میپرتویند که گمان میکنید که یک زن نورانی خدا ترس است که هرچی این میگوید راست است، ولی بعدا میبینه که کارهایی که او میگوید کلن عکس شریعت میباشد و بدین رابطه نداشتنش یک طرف کلن انسان را از دین خارج میکنه. و مردم چقدر به اینها پول میدهند، این را ببینید. برای یک جادوگر مردم پولی که خرج میکنند اگر در راه خیر خرج کنند همه این بلاها از سرشان دور میشد. نفرانی که می روند و به جادوگرها از گاو و گوسفند و از پول و از نظرهایی که میکنند اگر به خاطر الله میکردند که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تداووا مرضاکم بالصدقات، شما بیماران خود را با صدقه ها شفا دهید. وقتی صدقه میکنید بلاها مریضی ها دور میشود، بیماری ها دور میشود. مردم اگر این پولی در دستشان بوده رو به جادوگر نیو به همسایه کم بغلشون، به خاله بچه بیمارشون یا به یک محتاج دیگری که در سرای راه یا عروبه میکشد یا کار دیگر میکند به خاطر الله خیر میکردن این بیماری ها دور میشد. اما ما با این جادوگران دروغگو که با اعتقاد مردم بازی میکنند و خود یک کذاب هستند و اینها چقدر پول میدهیم، چقدر خرج مردم، پول مردم و جیب یا کیسه اینها میرود. بیاید برگردیم اکنون به رقیه شرعی و دعاخوانی که در شریعت هست. آره در ما رقیه هست، دعاخوانی هست، دعاخوانی که پیامبر دعا خواندن برای خودشان، برای نبیرشان. اما عجیبش این است که پیامبر گفتن از 70 طایفه که بدون حساب کتاب داخل جنت می شود، یک طایفه اشان نفرانی هستند که کسی نزد کسی رفته مرا دعاخوانی کن نمیگویم، نزد کسی رفته به من دعا خوان، به من صلح کن نمیگویم، خودشان را دعا میخوانند برای آنکه و علی ربهم یتوکلون، توکل به الله دارند که این من فقط به تو التجا دارم، من فقط از تو میپرسم. اگرچه به نزد کسی رفته که اگر او از اهل دین باشد در حقیقت رقیه را داند، یعنی کدام آیت ها را میخواند، زبان عربی را یا خوش رو خواندن عربی را بداند و عموما انسان پارسا و با تقوا باشد که تقواداری یک انسان گشته و برگشته باید بگویم در لباسش نیست، در سیمویش نیست، در تسبیح دستش نیست. یک نفر را تقوایش را از عملهایش ببینیم. این انسان در زندگی به کدام عمل مشغول است؟ این انسان از کجا میخورد؟ یعنی پول حلال حرام میخورد یا نمیخورد؟ اهل خانوادهش علل خصوص خویش و تبارش چگونه است؟ برای آنکه انسانی که از الله میترسد اگرچه اطرافیانش مسلمان نباشند هم با آنها مناسبت خوب دارد، یعنی با خویش و تبارش. چون رابطه خویش و تباری در ما چه مسلمان و چه غیر مسلمان یک است که باید رشته خویش و تباری را پیوند دانسته باشه. یعنی در حقیقت یک انسان تقواداری را پیدا کردید، میدانید که او قرآن خوانده میتواند و از ظاهرش هم میدانیم که دست به گناه نمیزند، در نمازش هست، در عبادتهایش هست، دزدی نمی کند، رقص و بازی نمی کند، خود نمایی کنان دسترخوان‌های چند کیلومتر آورده یک چند سراینده ها را آورده نمی رقصاند، از پای این آن تملق کاری یا خوشامدگویی نمی کند. و زندگی خود و این چونین به عملهای صالح آواره هست که معلقه در عملش میگم یک انسان خوبی مسلمان است. اگر نزد او رفته گفتید به من دعا خوان، در شریعت گناه نیست، این گناه نیست به اتفاق علما. اما از جمله 70 طایفه که بدون سوال و جواب داخل جنت میشوند انسان نمیشود. پس اولا
وقتی میگوییم یک ملا دعاخوانی میکند، آیا در شریعت دعا خواندن یک کسب مخصوص است؟ پیامبر کسی رو دعاخوان، تو دعاخوانی فلان قوم میشوی، بیرا فقط بیمارها رو دعاخوان گفتند؟ یا آیا در مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه بیمارها رو قبول میکردند و دعا میخواندند، یا حضرت عایشه این کار رو میکردند رضی الله عنها و یا دیگر صحابه ها؟ یگان نفر همین کار رو همچون کسب و کار میکرد؟ این همچون کسب و کار نبود در زمان پیامبر هم. آیا شنیده اید امام اعظم رحمت الله علیه یا شاگردشان، چه از زفر باشد، چه از ابو یوسف باشد یا محمد ابن حسن شیبانی باشند، اینها دعاخوانی کرده در کنج مسجد می نشستند، یا مشغول به قاضیگی بودند که قاضی هم بودند، مشغول به نوشتن کتاب بودند، مشغول به تدریس بودند، مشغول به تجارت بودند. یعنی عموما اگر از روی دین نگاه کنیم، کسب جنخوانی در شریعت نبود و کسی رو هم پیامبر جنخوان معین نکردند. ولی آیا صحابه ها کسی رو خوانده بودند؟ آره، در ما حدیث در بخاری هست که صحابه ها بیماری رو خوانده بودند، بیماری رو خوانده بودند و حتی بر عوضش گوسفند هم گرفته بودند. اما آن بیماری که خوانده بودند از قبیله کفار بود، مسلمان نبود. برای همین بعضی از علمای مذهب حنفی میگویند مسلمان ها یک کافر رو دعا خواندند و بر عوضش از او یک گوسفند گرفتند. اون هم کافری بود که دیگر از زهر مرد داشت میمرد و آنها با ببخشید مسلمان ها دشمنی داشتند. اما مسلمان را اگر خواند و پول گیرد، این هرگز از مروءت نیست، یعنی از اخلاق مسلمانی نیست. این مخصوص در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همین گونه یک قول خیلی زیبا و خیلی با درجه عالی به اخلاق مسلمان تاثیر میکرده است که میگوین یک برادرت رو دعا خواندی، نباید به او بگویی به من پول بده. اگر او خودش که دو چیزی نیست، حلالت است، اما نگو که من تو رو میخوانم پول بده، برای اینکه این یک کمک تو به یک برادر مسلمانت شود، یعنی کمک تو به یک برادر مسلمانت شود. پس پیش از همه یک نفر دیندار، یک عالم ربانی وقتی کسی را دعا میخواند و او با تقوا هست، یک نرخ معین رو هرگز نمیگوید، مثل جادوگران که یک سیانسمون 300 سامان است، دویم بار آمده کمتر میشود و چیز دیگر. عالم ربانی پول طلب نمی کند، او فقط میخواد برای شما یک کمک کند. دوم، این کسب او نیست، یعنی درآمدی او از همین پول نمی شود، چون در مسلمان ها این گونه کسب وجود ندارد. کسی از تقوا و از ایمانی که به الله دارد چگونه که به کسی دعا کرده پول نمیگیرد و او دعا خوانده هم پول نمیگیرد، مگر اینکه خود کسی بیمار از طیب نفسش یا گفتیم بارزوگی خودش بگفت نه من شما رو قدردانی میکنم و برای شما هدیه میدهم چیزی دیگر. و از طرف دیگر این انسان هرگز نمیگوید که من فقط باید به شما دعا خوانم. نگاه کنید فرق را. اکثریت جادوگرها یا اکثریت نفرهایی که جادوگر هستند خود را ملا میگویند شما باید فقط نزد من آیید، اگر پیش کسی دیگری رفتید شما بیمار میشوید، یعنی طبابت شما در دست من است، شما به جز من به نزد کسی نروید که بیمار میشوید. و همین گونه یک نفر را به خود همچون برده قرار میدهند که وای انسان کی بیمار نشود نزد او میرود. و عجیب است که خود بنده هم بارها به این چیز شاهد بودم، زنهایی که یک پایشان در خانه یک جادوگر است، من نمیگویم مولا، یک جادوگر است، درد سر شدن نزد او میروند، درد پا شدن نزد او میروند. برای چی؟ او گفته است که بجز من کسی دیگری باید نروید، شما دوایتان شفایتان در دست من است. اما یک عالم ربانی، یک مسلمان حقیقی، برای اینکه فقط عالم نه، یک مسلمان حقیقی خدا ترس پرهیزگار عملهای صالحش زیاد بوده هم میتواند رقیه خواند. هرگز نمیگوید که شفای شما در دست من است، که این الکی مقام خدایی رو به دست گرفتن. پناه به الله که گویا که تو دیگر خدا شده که تو میتوانی فقط شفا دهی، به نزد کسی نروید. چیزی دیگر این است که او هرگز از شما برای این کارش چیزهای مخصوصی مثل آوردن حیوان و مثل خیلی گفتم یک پول معین رو طلب نمی کند. کاری کرد از دستش آمد که دعا کرد و به شما هم باور میکناند که شما اگر پایبند نمازتان باشید، دور از گناه باشید، از این بیماری ها دور می شوید. یعنی هر کسی که به شما وصیت کرد که بعد از این به گناه نرو، از گناه دور شو، از موسیقی، از سریال ها، از گپ های بیهوده، از این و آن، و ذکر
به دعا خواندن، به حلال خوردن و با طهارت بودن باش، بدانید که این انسان نفری هست که یک مسلمان خدا ترس است. برعکس نفرانی که به تنت آب نرسانی، 40 روز از خانه نبرایی، باید در خانه این و آن باشد. و این گونه می توانیم یک مسلمان صالح را بشناسیم و از او اگر به من دعا خوان گفتید یا برای فرزندم دعا خوان گفتید باکی نیست. ولی عزیزان باید اینجا باز به خود برگردیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه وقتی به پیامبر دعا می خواندن چیزی نگفتن. وقتی کودکان جعفر طیار رو می بینن که خیلی حالشون به دست، می گوین به اینها رقیه بخوانید. و زنها حتی. پس رقیه خوانی کسب و کار نیست. یک مادر هم می تواند رقیه خواند، یک پدر هم، یک بیبی هم، یک پدر بزرگ هم. فقط مهم این که درست تلفظ کند آیت های قرآن کریم رو و از الله بترسد، یعنی انسان خدا ترس باشد. حتمی نیست شما یک پایتان در خانه مولا باشد، حتمی نیست یک فکرتان نزدیکی روم که مرا دعا خواند باشد. توکل به الله کنید، پروردگارتان در هر لحظه میشنود، در هر لحظه شفا در دست او هست. وقتی توکل کرده خود مادر به کودکش خواند، میلیون ها بار بهتر است از اینکه نزد اون و نزد آن برود و یک راه گم زند و نزد یک جادوگر یا یک دیدانخوان یا یک کرنخوان در بعضی جایها یعنی خاکستر میگردانند به نزد اینها رود که در این باره هم صحبت میکنیم. چیز دیگر اینجا چه خیلی میدانید، خانه هایی که در آنجا صدقه زیاد است، یعنی عمل های خیر زیاد است و این چونین خانه هایی که در آنجا گناه کم است، شنیدن موسیقی، حرام خوردن، از بیرون پولی حرام نمی درآید و علل خصوص پدر و مادر اهل خانواده در نمازهایشان هستند، هرگز به آنها زیان نمی رسد. و جای ملا گفتن و به جای بکی روم که دعا خوان گفتن که فکر کنیم که من در خانه چه گناه های میکنم که این گونه بعضی بیماری ها مثل سحر و جادو و چشم زدگی به خانه ما می آید. و آخران عزیزان، اینجا نفرانی هستند که یک نفر مسلمان، یک نفر ریشداری که گویا که او مسلمان خدا ترس است به یک کار زشت دست زد، دیگر تمام انسان های ریشدار رو، دیگر تمام مسلمان ها رو تحقیرش میکنند که تمام مولا همین گونه هست و هرچی به دهانشان آمد میگویند و سرلوحه های نوارهایشان هم این است که فلانی مولا رو ببینید، فلانی ریشدار رو ببینید. ولی اینجا چیز دیگر است. چه خیلی که گفتم ما یک نفر رو تا چه اندازه از الله می ترسد، انسانی پارسا هست، خدا ترس هست، صالح هست، فقط با یک ریش نمی توانیم حکم کنیم. وگرنه ببینید چقدر بلوگرهای ریشدار هستند که دست به دست رقاصه ها هستند، چقدر مردهای ریشدار هستند که با اندازه یک وجب حلقه در گوش دارند یا گوشوار در گوش دارند و اینجا و آنجا می رقصند. یعنی ریش این هرگز یک عموما صفت خدا ترسی نیست. انسان ها رو با اعمالشان، با عمل هایی که میکنند دیده ما میتوانیم بگوییم که این انسان انسانی خدا ترس است. و یک نفر مسلمان رو به خاطر گناهی که یک نفری که عموما از اسلام دور است اما فقط سیمایش مانند است نباید این گونه تهمت کنیم. و زینهار که در وقتی که محتاج یک دعاخانه شدیم حتما اینجا باید فرق کنیم که نزد کی می رویم. عموما درباره همان نفر ترجمه حال نفر دعاخوان رو باید بدانید. این انسان کجا خوانده است، تا امروز به چی کار مشغول بود، تا امروز به چی کار مشغول بود و تا چی اندازه ما میتوانیم باور کنیم، چون این مسئله اعتقادی هست. یعنی به نزد یک نفر رفته دعا خوان من درست میشوم گفتن، نزد طبیب رفتن که به اعتقاد رابطه ندارد. یعنی شما میروید و چیزی که میبینید دارو میدهد، سوزن دارو میزند، چیز دیگر. اما در مسئله دعا خوان برای من و دعا خوان گفتن، این الکی به اعتقاد رابطه دارد. انسان کلا ایمانش رو از دست میدهد، انسان بیخبر اما ایمانش رو از دست میدهد. برای همین باید ترجمه حال او را بدانید. امروز چقدر 10 نفر 20 نفر رو از یک دهات میگویند دعاخوانی میکند، ترجمه حالش چی هست؟ تا ویروس معلم مکتب بود، شاید بعد از به پنسه برآمدن یا نفقه خور شدن راهی درآمدش رو در دعاخوانی پیدا کرد. تا ویروس مردم هرگز او را در نماز ندیده بودند، امروز دعاخوان شد و به مسجد میرود. مردم خود باید
عقل داشته باشن، فکر داشته باشن، فکر کنن که این انسان کی بود و چی شد که ما به این باور میکنیم. در مسئله اعتقادمون و این باور میکنیم و میگویم تو دعا بخوان من شفا مییابم، تو صبح بکن یا دم بیانداز من شفا مییابم. یکی به یاد دارید که به نزدیکی رفته ایستادیم که یکی ایمان از دست نرود. اما چه خیلی گفتم انسان‌های صالح خدا ترس، مؤمنان حقیقی پیش از همه بر عوض دعاهای خواندهشان از شما پول طلب نمیکنند. دوم کاری که آنها میکنند این کسب کار دائمی آنها نه. این یکی از وظیفه هایشان هست که همچون کمک به یک نفر مسلمان به شما کمک میرسانند و بر عوضش هم همین رو میخواهند که شما هم در راه راست باشید و به گناه دست نزنید تا که این بلا و بیماری ها بالای سر شما نآید. این بود برنامه امروزه من همراه شما. در پناه الله یگانه باشید، همیشه صحت و سلامت باشید و از پی خودتان با ذکر خودتان، با دعای خودتان، با پرهیز خودتان با امید پروردگار از پی خودتان باشید و نزدیک کسی محتاج نشوید که به شما دعاخوانی کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.